سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به صفحه ما. دوستان عزیز ما، کسانی که میگن که در شرکت اتمی 40 کار پیش بودن در کارهای مشمول سال در میفهمم در شرکت اتمی هر ماه وام نمیخرید. یعنی می کاتالوگ یک ساله برای یک سال، کاتالوگ سال 2024. یعنی همین کاتالوگ اگر خواهش بار خرید داشته باشی در یک سال 2 بار خرید میکنی تمام. دو کسا در تابت رجیستراسیا میکنی. هر آدم باید 2 آدمی بیاره در شرکت اتمی. فهمیدید؟ با یک علا آدم میشه. اگر شما یک آدم آورده و آدم نآورد، شما مجبوری که باید یوردن کنی. اولیکای شرکت اتمی به حد نرسن. یک هفته اینا مثال در خود ما 40,000 روبل از روی اکران ببینه. غیری با ما مثال زوانه بریانت ماستر دارم، معاشی زیادی میگیرم، آوانس میگیرم، توفا میگیرم. هر یک کس میتونه این کارا بکنه. برای که شاگردای من وزنم زینای به حد بالا برآمدم، ماشین خریدم، پروا گرفتم، خرساندم. من در برابری بیان به حد خرساندم و چی گفتنیم؟ و هازم خونشینم. نه رنگی ما ویدیو میکنن، نه بیم در کوچه ها میگردن، در خونه شیشته هم خیلی کلام کار کردیم. من نشان میدم که یک سال ما چانسم کار کردیم. یک سال معاش ما سال اول در حقیقت قیمت کار کردم برای که ای 9 سال میکنیم می‌آموزی، بعداً уже تخصصی که مستحکم شد کارا نغز یاد گرفتیم، معاشای نغز میگیریم. دخترها برای همین برای که در شرکت اتمی کار کنیم در لینیای ما مرحمت رقمای ما را بنویسید. من شما را کار میفهمونم. آیدی کار کورساک شدگیم، دختر کار دنبالت میکنیم، به پول یاد میتیم همه را و در مدتی کوتاه شما میتونید که لیدر شرکت اتمی شوید. چقدر که میدونه شرکت اتمی نو در تاجیکستان شده میشود و کسی که اول اومد دیسیتینا درسته. همی گفته که میگم که کسی که اول همی یکان جا در درآمد نو شده شویسته موفق میشود. برای می حتما نویسیم، من شما جواب میدم. دوستان عزیزی ما در روز استراحت چیکار کردیم؟ ما قالینچه ها را شستیم. نه قالینچه بیرون بود، نه قالینچه هر دشا شستیم. گلوی شیناندگی مرا میبینیم که چه خشیدین گون چی نبرومدین. 3 روز چیناندم. روز استراحت ای سحر قطعی زنک زنگ زده که آبا خوزه 2 برشید آدمی ما میروه آفیس نمیوه 2 بار دیگه خانه تون آمده نیستین. گفتم ما حیران روزی و خدنوی در استراحت ما در خانه رو نیستم. خانه ما در بور نیسته و سری بور بیا. من حیران میشم آدمو در آخی شما که مثال نمیشم میبینونه که چند قدر اسیه و خدنوی بسیاریات در همین تاجیکستان هم همه تون میدونه که نوروز در 1 هفته و خدنوی چه شما با کار میره یا که با 1000 بار ما میگیم دخترها که ای آدم ما را بنویسه بپره، ای آدم ما را بنویسه با آفیس بره یا سپانسراتون پرسه با هم خمیدوان میروم و میگم ما رفتیم چی کنه بود کنیش نه 1 هفته و خدنوی یا که خانه ما در یگان بار یگان آدم هسته که ما خانه ما گرفته تیم آفیس ده همه بارو. دوستان عزیزی آورده بینه هفشین هر سال در اینجا میشود مگزین اومدیم. دوستان عزیز ما ایروز یک گله کار کردیم در بیرون تا روزک شوی 10 دقیقه دیگه مونده. قصیر وای کدمای تیورکا گذروندم ما چی تیار کردیم امروز باز میگم. انا دوستان عزیز ما یک مکرون پختم، سبزی آش بسیار بود قشنگ موندم هوای یک مکرون پختم تیار کردم اینا ایجاده. بعد سیرم همون مرکه مونده گفتم بیام رای تیورکا گذرونم و در بالای این خیلی میچوشم میخریم از اینجا بانکای سالات شدیم. ждем. دوستان عزیز اینجا را هم شب خیلی شروع کردم شستم. فری اتمی تموم شده. باور میکنه فری اتمی تموم شده. خودم برای فری اتمی ایا آدم نیست پیش کمد رفتم خودم داش خریدم دیگه جو 90 تومن. خیلی پول همه این کارا را کردیم به قسمت بیرون گذاشتیم. چی را گرفتن در کار؟ هپی بیرزده. دیر افروز نیست کانیکول در رفته خونه بیبی. دیدم اومده سبدیم گفتم که رامنار یک کدو بخار من توی کدو گیکتیم. یک کدو کلام گرفته خودمون کدو داشتیم. ای اگراتمون کدو خودمون دوست عزیز در بیرون موندگی در بالای کد زمستان گذران تیرامو ها گذران
چی شده سرما زدش اون بودم پرتفتمش انا کنار رفتن کدو خریدم گفتم قسمم هم تاری یک کدو 45 سنت برآمد 7 کیلو ده گفتم بابکی من سمبوسه خری میرم گفت کجا گفتم سهره یکم چی گفت بریم سپارتاک گفتم نمیرم همشون گفتم من نمیرم اونجا دور گفتم به عقل گفتم گفتم مگه یه روز ما بیدیم خوب بود رفتیم گاشتیم بیدیم نفهمید اومدیم پیولم خوب دای گفتم خیلی میریم گفتم سهره پول میپرتیم نام میخریم سمبوسه نبود خیر و یا تمام خریدیم نونی گرده که سمبوسه بیدو نه نداشت میان نون گرفتیم دو تا چی گرفتیم دویدیم دور اومدیم بیبی خوب تیز دباجو کردیم نونه سیس کفتشتی اون رس که دادم پرتفتیم که گوتا که روزادار با بگه با پیدمیم پوک پیدمیم خوردیم نونه چکو کده نونی باجوی تو نه نونه باجوی را اولی پیش افتاد عبید بود گیش نموندیم با گفتیم که خدا مرم ایدیمو سیسکا آورده بود کناتسکی گفتیم بیام تاری خدا مرم با کردیم خوردیم نون تو نه ندید بیبی نونه ندید بیبی با ایدیمو گفت که ما پگم میریم گفت چیکار کنیم نونه نمیدونم گفتم ایدیمو ولی نون تو موندگی قد ایدوالی گوش که ایدیمو گفت که ما یه ایده دارم ما را بیبی باور میرم میگم ای شکاف میکنم ما ایلی گفتم حال بگفتم ما پیشش میرم بال من نکنم گفتم ما ترخه گفتم کردو نیستم گفتم ما میرم اونجا میستم بطه بیا گفتم میستم با که اومد کتی نامش بیبی واه بچه گفتم نه که جا افتی گفتم بافکی نه ای شکاف گفتم بابای رفت بیبی تاری گفت شکاف مرا کفته ما گفتم خیرت من آوردم که مرا میگفت داری بیدیمو نگفتم تاری گفتگانه ایده هر دومون بود با میگفت که اینه میدی رفت روزی تاوتا برای میچی رفتمش کراچی روزا رو بجای خورده چی میگو؟ بابا خیلی وقتی دلافروز اینجا اومدم این ویدیو کده استانبول این تلفن مرا میگیره دلم میزنه که تلفنم نخالتونم با بولش چی نداره اونو امضای الکترونی بک گفت امضای الکترونی میکنم اونو بولش در و کو شیشه کی میچسبونه همون میشد میکرد کندم پرتفتمشه انا هوزی امضای الکترونی بعمدی و اکران زشته نداره ای خودی هم بلندی انا میچقری اومده از اینجا عبرت نرفتن مونم بگین ولیشمو دوستوی це просто катастрофа. Шру جنه که گو کده. دوتام خال درخت گو کده نباید تاییدش. دوستان عزیز یک از منجر گفته دروازه‌تون عالیش کنین دروازه‌تون بزی گفتم حال دروازه ما را ندیدیم ما چند سال شد دروازه را عالیش نکردیم دلافروز میگه چه دروازه را ما نه حال که ما دروازه نو خریدیم اون را در پایان شکر نیای در پایان میزنم گفتم بایر عالیش میکنم آدم اومده ماشینی منیجر دیدنی زور زور تبریک تبریک عزیز من اینجا سمکچه منیجر گرفته بودم مامیرا گرفتم رامونل میگه ای تو غوثی تو سمکچه نمیزیبا گفتم میزیبا ایشیو کرد دوستان عزیز اینجا ما اکسپریمنت کردیم که ما خینکاری پخته میتونیم یا نه یکم بار کردیم فکر میکنم برای یکم بار نرمال نیومد حالا دوستان عزیز این رنگی فاکسیان خوب برداشتم باشه خیام تبتیم خیلی اکسپریمنت سر شده خمیرشون نبخته یورا کردم مایده چا با ای رزمیر کردیم با پیوله کلون ای رزمیر کردیم ای خدا باور کنی نمیدونم چی میشه